عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما عزیزان. با فال ذهن‌خوانیتون همین لحظه در خدمتتون هستیم. میخوایم ببینیم که توی ذهن و فکر کیس احساسی چه مسئله‌ای میگذره. انرژیتون رو با من همسو کنید. برای همسو شدن انرژیتون با من و این فال حتما باید قلب سفید پایین صفحه رو برام قرمز کنید و برای تحقق اتفاقات خوب فالت بیا توی کامنت ها بنویس قطعا خوشبختی به سمت من میآید رو کامنت کن که انشالله این انرژی رو به کائنات داده باشی. روی اسم شخص احساسی تمرکز کن تا من دارم کارت ها رو بر میزنم. نیتت رو داشته باش. کیس احساسی داره بهت میگه که من مجبور شدم 4 وعده‌ای به خودم و این رابطه فرصت بدم، ذهنم رو آروم کنم و ازت فاصله بگیرم تا بتونم یک سمت و سوی مشخصی برای رابطه تعیین کنم. کیس احساسی داره بهت میگه که از نظر روحی، از نظر جسمی حال مساعدی ندارم، نیاز به فکر کردن دارم، دوست دارم برای رابطمون تصمیم قاطعانه‌ای بگیرم. میگه احساس دست و بال بستگی داره، نمیتونه تصمیم بگیره. ازت میخواد که بهش فرصت بدی. داره میگه تو همه چیز تمامه، خیلی توی این رابطه مایه گذاشتی، خیلی دلسوزی کردی، خیلی مهربونی کردی. شاید هم من قدرت رو ندونستم به خاطر توانمندی که توی این رابطه داشتی، به خاطر اینکه شخص توانمندی هستی، قدرتمندی هستی. ولی خب میدونم که دوست داری که قدرت رابطه رو به دست بگیری و رابطه رو هر جور که هست کنترل کنی و آرزوهای بزرگی داری. داره میگه قلبت رو شکوندم. درسته که من هم خودم شکست هایی رو توی گذشته خیلی داشتم، اما قلب تو هم شکستم و از این بابت خیلی ناراحتم و از این بابت خیلی خودم هم پشیمونم. داره میگه دنبال یک شانسی هست. احساسی داره بهت میگه که من دنبال شانسی هم که به رابطه بدم. میگه شاید توی همه فصل ها من تو رو اذیت کنم. داره میگه هر روزی چشم بسته تو رو آزار بدم، با صحبت هام، رفتارام، کارام تو رو ناراحت کنم. دوست داره که از این دلشکستگی و دلخوری رهایی پیدا کنی. اگر مشکلی، کاتی، سردی بینتون هست، دوست داره که در کنار شما باشه و زخم هایی که توی این رابطه برای خودش و حتی برای شما ایجاد شده یه جورایی پوچ بشه. داره میگه که بودن با تو برای من رضایت بخشه. از بودن با تو لذت میبرم. دوست دارم که در کنارت باشم، باهات دیدار و ملاقات داشته باشم، سورپرایزت کنم. بودن باهات بهترین حس دنیاست. شاید گاهی حس ناامنی کنی، توی یک تنگنایی در زندگیت قرار بگیری. دوست دارم که همراهیت کنم، تو رو از اون شرایط سختت نجات بدم و در کنار تو باشم در اون شرایط سخت. کیس احساسی داره بهت میگه که از نظر روحی، از نظر جسمی حال مساعدی ندارم، نیاز به فکر کردن دارم، دوست دارم برای رابطمون تصمیم قاطعانه‌ای بگیرم. میگه احساس دست و بال بستگی داره، نمیتونه تصمیم بگیره. ازت میخواد که بهش فرصت بدی. داره میگه تو همه چیز تمامه، خیلی توی این رابطه مایه گذاشتی، خیلی دلسوزی کردی، خیلی مهربونی کردی. شاید هم من قدرت رو ندونستم به خاطر توانمندی که توی این رابطه داشتی، به خاطر اینکه شخص توانمندی هستی، قدرتمندی هستی. ولی خب میدونم که دوست داری که قدرت رابطه رو به دست بگیری و رابطه رو هر جور که هست کنترل کنی و آرزوهای بزرگی داری. داره میگه قلبت رو شکوندم. درسته که من هم خودم شکست هایی رو توی گذشته خیلی داشتم، اما قلب تو هم شکستم و از این بابت خیلی ناراحتم و از این بابت خیلی خودم هم پشیمونم. داره میگه دنبال یک شانسی هست. کیس احساسی داره بهت میگه که درسته که تو نگاهت به گذشته است، انگار یه سری مسائل رو توی گذشته جا گذاشتی و خیلی نگرانی، اما دوست دارم که با تو از این شرایط سختت عبور کنم و در کنار تو باشم و حامی تو باشم در شرایط سخت. کیس احساسی داره بهت میگه که من زیر بار فشار مسئولیت های کاری و مالیم هستم، اما دوست دارم که از حال و اوضاع تو هم با خبر بشم. میگه یه سری انتظاراتی ازت دارم. داره میگه که دوست دارم که مثل یه قول چراغ جادویی که معجزه‌ای برامون اتفاق بیفته، چون که من آرزوهای بزرگی برای این رابطه دارم. دوست دارم که رضایتمندی رو توی این رابطه داشته باشم، شما بیشتر به من توجه کنی، بیشتر به من رسیدگی کنی، بیشتر حواست به من باشه. یه جورایی میگه دوست دارم که بیشتر قدرم رو بدونی یا بیشتر به من و رابطه احترام قائل بشی. داره میگه درسته که گاهی مغرورم و خودخواه،
که مغرورم و خودخواهم، اما دوست دارم یه قول چراغ جادویی باشه که معجزه‌ای برای رابطمون رقم بزنه و تو و من رو به خواسته هایی که داریم برسونه. میگه شاید اهل زیاده روی توی این رابطه باشم، توی صحبت کردن، رفتار کردن، طرز ادامه دادن رابطه احساسی، ولی باهات رضایتمندی کامل رو توی این رابطه دارم. بیشتر ازتون انتظار داره که بهش احترام بذارید و اون رو شخص قدرتمندی ببینید. انگار مثلا کسی رو ستایش میکنی یا زیاد تشویقش میکنی یا بهش بها میدی. این شخص دوست داره که بهش زیاد بها بدی. داره میگه که بهت علاقه دارم، بهت گرایش دارم، با سورپرایزی پیام خبری دوست دارم بیام سمتت. میگه میدونم که یه سری افراد مخالف ما هستن، میدونم که یه سری افراد موافق ما هستن، اما من در همه حال به سمت هدفی که دارم حرکت میکنم. دوست دارم که حتی ازت خواستگاری کنم و یک رابطه پایداری رو باهات داشته باشم. میگه من گاهی ناراحت و ناراحت میشم. میگه گاهی امکان داره به خاطر شکست ها، ضرر و زیان ها و از دست دادن هایی که توی گذشته داشتم، با وجود وابستگی هایی که بهت دارم، بخوام بذارم و برم، تو رو ترک کنم، از نظر دلی ازت فاصله بگیرم، اما بدون که دلم پیشته، تمام وابستگی هام پیشته و از روی عمد نبوده که بخوام برم، به خاطر شرایط سختم بوده. میگه دنبال سفر، جابجایی، نقل و انتقالاتی برای زندگیم هستم. به شدت زیر بار فشار مشکلاتم، چه کاری چه خانوادگی، دارم به سختی قدم برمیدارم. دوست دارم قدرت رابطه رو داشته باشم، تو رو حمایت کنم. میگه شاید یه مقدار دمدمی باشم یا بخوام حرف خودم باشم، اما دوست دارم که تو رو حمایت کنم. دوست داره توه. میگه شاید گاهی اهل ریسک باشم، از روی سادگی صحبتی کنم، رفتاری کنم یا حتی رفتارهای بچگانه داشته باشم، اما دنبال شروع جدیدم. که کارشون میده امکان متأهل بودن یا مطلقه بودن کیس احساسیتون خیلی زیاده. داره میگه این شخص حالا یا یکی از اعضای خانواده‌اش که میتونه فرزند باشه یا مشکلاتی کلا داخل زندگیش هست که به تنهایی روی پای خودش ایستاده یا حتی بخواد خرج خانواده بده، بیشتر از شما انتظار حمایت شدن داره. خیلی سعی میکنه اوضاع رو اوکی نشون بده، اما بدونید بچه‌ها توی زندگیش، توی مسائل کاری و مالیش، این شخص به شدت تحت فشار قرار گرفته و طبق کارت 9 جام خیلی سعی میکنه که خودش رو اوکی نشون بده، حال روحیش رو اوکی نشون بده، در صورتی که من خیلی نه حال روحی خوبی میبینم براش، نه توی زندگیش اوکی میبینمش. داره میگه شاید به خاطر جایگاهش، شغلش، ایشون حتی اشخاصی باشن که بهش توجه کنن، دور و برش باشن، اما ارتباط جدی نداره.